روان درمانی در واقع یک فرصتیه که به وسیله اون من قسمت‌هایی از خودم که ناشناخته است رو ببینم. من مراجعی که شما زدم، من یه اتفاق بدی تجربه کردم، یک زندگی بد رو تجربه کردم، در واقع تجربه‌های بدی دارم. درمانگر در واقع برای اون یک فرصته، یک شاهده، یک جرأته که با هم دیگه بشینم تا دوباره این تجربه بد رو مرور کنم، با هم دیگه ببینمش. بنابراین درمانگر باید ویژگی‌هایی داشته باشه تا این شاهد مناسبی باشه، تا مراجع جرأت پیدا کنه و به مراجع فرصت بده تا این تجربه بد رو یک بار دیگه با هم دیگه مرورش کنن، هضمش کنن و تمامش کنن. ویژگی‌هایی که درمانگر خوب باید داشته باشه همون ویژگی‌هایی که یک مادر خوب باید داشته باشه. درمانگر خوب حساس، یعنی که میگه من نمیدونم ولی حساسم که بدونم در مورد تو چه اتفاقی افتاده. درمانگر خوب در دسترسه، میگه ببین ما وقتمون رو تنظیم میکنیم، من یک فرصتی برای تو میذارم، میای میشینی اینجا و از این فرصتی که من و تو با هم دیگه فراهم کردیم مسئله رو با هم دیگه مرور میکنیم. و درمانگر خوب پاسخگوه. یعنی چی؟ یعنی اینکه زمانی که تو بخوای و تو هم بدونی منم میخوام و منم میتونم با هم دیگه پاسخ مسئله